بچیم زمستان سرد است. اتیمکا بر ما 3 فامیل اتیم افتیده که یکی شوهر خودم موتروان بود، دزا کشتش، موترش گریختان. اتیمکای مس پیشم بچه دیوانیم است که دولیم راکت خورده، جوانم اینجا در خانه نگاهش میکنم. یک بچه کم که سرباز بود، خود یک چیزی که قسمت نصیب باشه و گه کشته شد. خانمش در مرض سینه قیطی مرد. طفلکایش برمان 3 دانه طفلش بچه کم شهید شد، بی پدر بی مادر شد دیگه. یک بچه کم قرنطین بود، گفتنشان مشکل است، یعنی خودکشی کرد. 2 دانه طفل از زمان پیشم. خانمشم جوان بود، چیز گفتن نتانستم، رفت از قوم خودم، نه به شمالی وار بود بیچاره، جوان بود، رفت یک شوهر کرد. یعنی خودمان دخترکای جوان دارم در خانه. اتیمکای ما از دیگه اتیمای ما است، از خودم هم اتیم است. یعنی خودم هم نمیتونم، خانیم در بلند کوست، هر وقت کار میکردم، حال شیمه من نمانده که ما برم کار کنم یا یک لقمه روزی برشان پیدا کنم. 1-2 دانه بچگکای خورد نواسگکای مسته او را در کراچیوانی رایی میکنم، یعنی حتی کراچیش شروالی گرفت قید کرد دیگه. خدا خیرتان بده، زندگی سخت است سر ما. خداوند پاک شما را مشکلتان آسان کنه، دنیا و آخرتتان خوب بسازه. کسایی که کت ما کمک کرده اینجا در پشتکای دروازه ما آمده از ما بازخواست کرده، اونها را همچنان خداوند پاک با ایمان، با آبرو، با عزت داشته باشه.